خوش، موضوع امروز ما گفتیم نابرابری های نشان دهندگی. به زبان انگلیسی چیزی شد exponential inequality. به زبان روسی показательные неравенства. اکو بچه‌ها معادله نابرابری معادله های نشان دهندگی دیده براندیم درباره نابرابری های نشان دهندگی. نابرابری های نشان دهندگی عادتا نمودی ا نشان دهندش x مثلا کلان از b یا ا نشان دهندش x خورد از b اینها نابرابری های قطعی بود، کلان یا خورد. همزمان نابرابری های غیر قطعی شد. این خیلی گوش کنید. ا نشان دهندش x کلان یا برابری b، ا نشان دهندش x چیزه خورد یا برابری b. انا همین خیلی به همین نمودها دوچار میشوند این نابرابری های نشان دهندگی. عموما متماتیک مکتبینده نابرابری های نشان دهندگی تبدیل داده خیلی که معادله های نشان دهندگی گفتیم نمودی مثلا یگان ا نشان دهندش f از x کلان می یا خورد می این چهار نمودی نابرابری یگان خیلیش آمدنش ممکن فهمید؟ یا کلان یا خورد یا کلان برابر یا خورد یا چیزه برابر از مثلا ان نشان دهنده g از مثلا x میبریم. بعدی که این خیلی با آوری معادله نشان دهندگی یادتوننده باشد گر چون میکنیم f از x و g از x برابر کرده معادله حل کردم رفتیم. انا که نابرابری مونده این خیلی نیده بچه ها نابرابری یک تا چیزی نازکش پشت میشه این هم باشد خاصیت فونکسی نشان دهندگی او اساس میدیدیم که اگر رفت و اساس ما کلان از یک باشد همین علامت نابرابری من این چیزه خودش آوره میمانیم علامت نابرابری کلان بعد نشان دهنده های مقایسه کردن میگیریم برای آنکه وقتی که اساس کلان از یک میشه فونکسی افزون شونده میشه. فونکسی افزون شوندن در قیمت کلان ارگومنت به قیمت کلان فونکسی میشه راست میآید موافق میآید. این یک حالت. دوم حالت ما اساس رو میانگیریم بعد که این نمود با آوریم دش ما سراسر نمیشه یک دربه همین علامتی که نمودید اساس به نگاه میکنید بچه‌ها یک بار دیگر اساس کلان از یک باشد علامت نابرابری تغییر نمیدیم. اگر اساس میبینید از نال کلانو از یک خورد باشد علامت نابرابری و برعکسش چپ کنیم تبدیل میدهیم و برعکسش چون کنیم تبدیل میدهیم. فهمیدیم نه بچه‌ها؟ یعنی انا این نابرابری حلش دو تا راه بوده است. یکم راه نگاه میکنیم اساس ما کلان از یک می علامت نابرابری تغییر نداده آورده مانده نابرابری خطی میشه کوادراتی میشه ایراسیونالی و هاکذا حل میکنیم. دوم راهش دوم الگوریتمش هم تو میبینیم نگاه میکنیم اساس ما از 0 تا 1 هست می نشان دهنده های می نویسیم و علامت نابرابری چون کنیم و برعکسش به چپش تبدیل میدهیم. فهمیدیم نه بچه‌ها؟ تمام همین قدر گپ است. همین قدر گپ دونیم بس. همه رو فهمید. انا گویا دو تا نمونه حل می‌کنیم بچه‌ها. نمونه نگاه کنید داستیش مونده هست. داستنده هست. یکم مثال ما 7 نشان دهندش 2x - 3 خورد یا برابری 7 نشان دهندش 14 طرحی 3x. همین حل کنید است. یکم چیکار می‌کنیم؟ نابرابری انا حالتی من گفتم نگی به آورگی خودش تیار اساس‌های بنفا اساس‌های یخیله هر روش هم هفت انا که هفت بینید از یک کلام می خورد می از یک کلام پس علامتی نابرابری چی نمی‌کنید شما تغییر نمیدید. انا می خیلی نویسته میمانید انا این نشان دهنده نویسید 2x طرح 1 14 طرح چند 3x تمام. انا که بچه‌ها دوامش نابرابری چیکار حل می‌کنیم؟ تغییر یابنده دارهای یک طرف رو می‌گذاریم مثلا -3x طرف همسایه رو می‌گذاریم این عددی آزاده -1 این طرف نابرابری به چون کنیم می‌گذاریم آنگاه چه میشه 2x جمع 3x علامت خودش میبیاد 14 این -1 این طرف رو بذارن دسترخوانش که خانه همسایه بمیرن چند میشه ثانی -1 میشه 2x جمع 3x چند x میشه
خورد یا برابری 15 هر دو طرفی نابرابری پیروزی 5 به تقسیم کرده میگیریم. پیروزی 5 به تقسیم کنیم 5 و 5 اختصار میشه x. خورد یا برابری 15 5 به تقسیم کنیم چند؟ 3. بچه ها یک بار دیگه وقتی که هر دو طرفی نابرابری نقض گوش کنید عددی مثبت به ضرب یا تقسیم کنیم علامت نابرابری دیگر نمیشه تغییر نمییابد. وقتی که هر دو طرفی نابرابری علامت اون عددی منفی به مینوس به ضرب یا تقسیم کنیم اگر علامت نابرابری چی داشت نشده کار؟ چپه. همین قاعده هم از یاد نمیبریم معقول می همین چیز. بچه ها طرز جواب نویسی گوش کنید. طرز جواب نویسی جواب انا میخواد خودش هم نویسته مانید شدن میگیره x خورد یا برابری 3. این هم یکم طرز جواب نویسی. دویم طرز جواب نویسی x قیمت میگیرد x قیمت میگیرد از چند؟ از مینوسی به آخر تا 3 چی خیلی خالص بمیگیتیم؟ شکسته خالص شکسته برای چی هم؟ بله 3 هم حدود به انا همین فاصله جواب ها به داخل میشه. فهمیدیم می نمی؟ یکم مثال ساده یک بود فهمه شد بینه اکو دویم مثال بینید دویم مثال حل میکنیم. دویم مثال ما گفتگی که انا همین نابرابری 2 ضرب 9 نشانه x پلوس 1 5 ضرب 3 نشانهش x پلوس 2 مثلا خود از چند گفته است 27. بچه ها کنی یک فکر کنید چی همین اساسش اول ما یک خیلی با آورده انا و نمود با آورده ما دکو اولی درسان گفتگیم بعد اکو اساس چند با 3 بله برای 3 با آوردن چیکار کنیم؟ نوی 3 برداریم بله نوی 3 بعد میشیم 2 ضربی تماشا کنیم جای نوبه 3 کوادرات هم خیلی 3 کوادرات در نشان دهنده x پلوسی چند؟ 1 مینوسی 5 ضربی 3 اکنون 3 هم نشان دهنده x پلوسی 1 رو بیاریم چه میشه؟ x پلوسی 1 پلوسی 1 من نشان گوش کنید 3 نشان دهندش x پلوسی 2 این طور تبدیل میشه 3 نشان دهندش x پلوسی 1 با پلوسی چند؟ 1 این برابر میشه 3 با 3 نشان دهندش x پلوسی 1 ضرب 3 نشان دهندش چند؟ 1 وقتی ضربنده اساس های اخیر باشه نشان دهنده جمع میشد کو x پلوس 1 با پلوس اینجا هیچ نمیشه چند 1 x پلوس 1 پلوس 1 با چند میشه بنابر همین من انا این چیزا 3 نشان x پلوس 2 جاش ببینید اونها میشه می 3 ضربی 3 نشان دهنده 3 تا x پلوس 1 یک بار 27 بچه‌ها طرفی راستی مراقبه نماش نابرابری به گرزانده گیرید بهتر است برای آنکه خودش دیداست که نابرابری چیزی با آمده است کوادراتی با فهمیدید می؟ الان همون به مینوس 27 میکنید بچه 27 سیکون از چند؟ نو الان گفت گفت باشید بچه دوامش و گزارش میکنیم برای گزارش کردن چه میکنیم 2 ضرب 3 نشان دهندش 2 باید x پلوس 1 به ضرب شود کو اما کلمی الان این خاصیت شما میدادم ا نشان دهندش x ضرب y باشه ا نشان دهندش x ضرب 3 y میشه نه اكو ضرب کننده های جوش آروش کنیم هم چی نیکو قیمتش تغییر نمی‌یابد کو x ضرب y چیو y ضرب x چی اما کلمی بنابر همین این جوش به 3 نویسیم 3 نشان دهندش x پلوس 1 در کوادرات فرق چی با اون x پلوس 1 2 ضرب اینا 2 ضرب میشه فهمیدید من اینو برای چی کلاسیم برای اینکه گزارش هم به توضیح بیاد تمام مینوسی 5 کره 3 15 5 کره 3 شان 15 ضرب 3 2 درجهش میشه 2 جمعیت مینوس 27 خورده از 0 الان 27 میشه 3 کوب بگیریم نمیشه 3 کوب گفتنمو میشه لیکن فایده نیست 3 جمعیت که یکان تیک تو زارش میگه به نمودی سی آوریم 3 نشان دهندش x پلوس 1 اگر m گوییم اگر 2m کوادرات مینوس 15m میشه 27 خورده از من تمام بچه الان معادله چیزی حاصل شد معادله کوادراتی حاصل شد
معادله کواردراتی یه ما چه کار میکنیم؟ اول معادله کواردراتی ریشه هاشو میاریم، بعد ضرب کننده ها رو جدا میکنیم. بعد ضرب کننده ها رو جدا کردن یعنی که یا که بعد ریشه هاشو یافتن تیر عددی رو میگذاریم و علامت ها رو در هر یک فاصله معین کرده. علامتی مثلا خورد از نال افته باشه مینوسش میگرفتیم جواب بعد. همین یادتون نده همینه؟ آماله. همین معادله نابرابری کواردراتی حل کردیم ما یادی مصطفی مونده نیست، با یادی کینده نیست، یادی بسیاری ها مونده نیست. خیلی باشه دقیقا دیگه یادمون بیاریم. بنابر همین دیسکریمنت دوم چند میشه؟ دیسکریمنت چند کوادرات میشه؟ 21 کوادرات میشه. دم عموماش 21 کوادرات چقدر؟ 20 نه اینجا پیروز میشه بچه منفی بودم پیروز میشه 4 ضربی 2 ضربی 27 441 برابر 21 کوادرات بهترین. اگه ام1 یابید بچه ها ام1 تون این برابری 15 فرق 21 تقسیم 4 2 کره 2 4 اندازه 6 مینوس 6 تقسیم 4 مینوس 6 3 تقسیم 2 3 تقسیم 2 یا کی مینوس 1 از 5 میگذار ام 2 تا یابید چند میشه 36 4 به تقسیم کنیم 9. انا کو بچه‌م گوش کنید یه نه خیلی میکنیم اهمیتی نابرابری های اعدادش برابری ها مخصوصا اهمیتی هست. نابرابری کوادراتی در هر دوی همین ریشه یا تیر عددی به میگذاشتیم. یادتون هم به همین بنا مینوس 1 و نیم سانه که من چند؟ 9 این تیر عددی. الان کو نگاه کنید دایی شاخه پرابولا به کجا رو بانم؟ بالا با بالا باشد پرابولا این شکل میگیرد می؟ پس اینجا مثبت قطع بالا قطع پایینش منفی باز هم چیزه باز هم مثبت. الان که شما اینجا نابرابری خود از آن تو کدام پاک چه میگیرید جواب بعد؟ مینوس 1 از 5 تا از مینوس 1 من اینجا اشتریخ کردم مونید خوش رو کرد خوش رو کرد این خیلی چاپ کنید اشتریخ کنید بچم. اگه انا این چیزه آوره میمونید یعنی حالی ایکس نافتید شما حالی بلکه شما چیزه یافتید ام با مینوس 1 و نیم تا چنه؟ تا 9. انا اکنون یعنی که جای ام با بچم من این گزارش آوره مونید 3 نشان دهندش چیزه بود؟ ایکس پلس 1 آوره مونید میگه این خیشه مینوس 1 از 5 خورد از 3 نشان دهندش ایکس پلس 1 خورد از 9. تماشا کنید یعنی که گفتاست که 3 نشان دهندش ایکس پلس 1 همیشه کلان از مینوس 1 کنیم افتاست. این به جواب همش همیشه به آخر تا پلس به آخره چون که این فونکسی نشان دهندگی همیشه مثبت بود. خاصیتش یادتون همین همیشه ایگریک با طرف قسمی مثبتش بود و گرافیکش این شکل داشت منفی بودن هم خیلی یکم بار ایگریک ما منفی نمیشود تمام. بنابر همین این قسمش از مینوس به آخر تا پلس به آخره انا این قسمش میگیریم 3 نشان دهندش x پلس 1 خورد از 9 چون کنیم ما 3 کوادرات انا اساس نگاه کنید چی اساس چیه کلان از 1 اساس کلان از 1 باشد علامتی نابرابری رو چی نمی‌کنیم تغییر نمیدیم تغییر نمیدیم. x خورد از چند میشه 1 میشه. من یک کمش گفتاست که از مینوس به آخر تا پلس به آخر همه عددهای گیر دوم قسم گفتاست که از 1 باید چه شود خورد شود. بنابر همین جواب به ما میگیریم طرز جواب نویسی به اهمیتی x خورد از 1 این یکم رو همین خیلی نویسیدم شده میگیره یکی از الیمنت میگیره از مینوس به آخر تا 1 فهمیده بچه‌ها فهموان؟ ولی یکم میشه. یک داخل نمیشه بچه برای اون که انا این علامتی نابرابری چی بوده؟ میگم 3 جمع اینجا به آخرمان نمیری این حساب کنید بایدش میگذار که یک آخر سنجش کنیم تمشو کنید یک آخر سنجش کنیم اگر 2 کره 81 میشه 2 ضرب 81 ترکیب 5 ضرب 27 27
کنید حساب کنید آن چی؟ 162 162 مینوس 135 162 مینوس 135 برابر چند؟ 27 27 27 میشه 27 خود از 27 ممکن نیست اگر که از این پوینت اینجا خود یا برابر می بود سالی که بعد اینجا قبضی چی میکردیم؟ شکسته میکردیم از بس که خود بودن بعد علمی حدود داخل نمیشه تا یک همش داخل میشه یک داخل نمیشه فهمیدیم نمی سوال همینه سوال نباشد بچه ها همین یک بار دیگه فقط که اساسش به نگاه میکنیم اساس خود از یک باشد ما چیکار بکنیم علامت نابرابریه و برعکسش تبدیل میکنیم آورده میمونیم چپه کرده اگر اساس از یک کلام باشد چی؟ خودش چه خیلی هست؟ همین خیلی آورده میمونیم تمام به همین درس ما خیر تا بعدی ترتیبی تیر ماه